گفتگو می‌کنم با سردار حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سلام می‌کنم به شما سردار، خوش آمدید به استودیو. سردار، مقام معظم رهبری در سخنانشون اشاره بسیار جالبی داشتند در واکنش به تهدیدهای آمریکا برای حمله نظامی به ایران و ایشون گفتند که دوران بزن و در رو تموم شده و ملت ایران به کسی که به کشورشون، به ملت ایران تعرض کنه اجازه نمیده که رها بشه و اونو ول نمیکنه. بفرمایید که ایران چه گزینه‌هایی داره برای پاسخ به تهدیدهای آمریکایی‌ها؟ بله، بنده حسین سلامی به عنوان شرخر دعوا دیده که تمام دوران جوانیمو یا در بازداشت بودم یا سر کوچه زیر همین گذر خفتگیری میکردم و تمام بدنم جای کارده، فقط یه 2-3 تا جا خال داشت که اونم خالکوبی کردم، نوشتم سلطان غم مادر. به آمریکا هشدار میدم هر کی باشی از این سیامک روی و محمود وشینا که گنده تر نیستی، که گنده تر از توش اومده جلو رفته بوق زده گرفت. حواستون به خودتون باشه، پاتون رو تو محل ما میگذارید، حواستون باشه. سر پایین چشا درویش، راتو میکشی میری. این میخوام روشن. حالا برای اینکه دشمنان نظام بفهمن همین موضوع رو بنده به زبان لاتین میگم. First of all, hello Mr. Obama and Europa. I love you very much. I like your father and your family. I'm in your service. I kiss your hand everywhere. Everywhere. دمت گرم، بیخیال ما شو. بیخیال ما شو. I hope you to understand. بنابراین با توجه به فرمایشات مقام عظما، اگه به ناف هواپیمابرتون مینازید به آتش میکشیم، اگر به آسمان مینازید آسمان را به آتش میکشیم. 7 طبقه آسمان را به اضافه خرپشته و پشت بومش و اون پشت حیات خلوتش، همه اینها را ما به آتش میکشیم. اگر به زمین مینازید به زمینتان را به آتش میکشیم، زیر زمین رو هم به آتش میکشیم. اگر به دریا مینازید به دریاتون رو هم به آتش میکشیم. ولی سوال اینجا اینه چجوری به دریا مینازید، بعد ما چجوری اون رو به آتش بکشیم؟ شما متوجه شدید؟ مچشون رو میگیریم. پس زبان ما زبان منطقه. اجازه بدید برای اینکه آمریکایی ها بفهمن، به زبان لاتین بگم. مستر اند میسیز، از مقام عظما فرمودین کردن if you nothing، یعنی اگه مینازین آن یور هواپیما we can آتیش it. if you nothing to sky we can آتیش it too. and if you nothing on the ground we can آتیش it 3. this is a question. where is این همه کبریت for آتیشینگ این همه تینگ؟ مقام عظما laughing to گور his fatherش he is eating sugar. it is eating sugar. مقام عظما 2000 بار غلطین کردند. 2000 بار. آخه we are under تحریم. under تحریم. این همه کبریت از کجا بیاریمینگ؟ بنابراین من یک بار دیگه هشدار میدم که ما آماده هر واکنشی هستیم. اگر اونها منطق لوله هاشون از زبون گلوله هاشون در میاد، ما لوله منطقمون همونطور که مقام عظما گفتن از گلوله لولی بود در میآید. در هر حال در میآید. اگر در نیاید خودمون با اتکا به مقام معظم رهبری درش میاریم. بنابراین من لاتینشم میگم برای اینکه آمریکایی ها بفهمن most case سناریو، یعنی ماست کیسه‌ای سنار سه‌شایی. your لوله and your گلوله and your everything in the حلق of نظام جمهوری اسلامی. in the حلق of اردانکی فرام کرگی don't have a dump. خیلی ما کرگی don't. please continue مذاکره. you must be sure we are be sure ولی you must be sure you can drink champagne we can drink poison. جام زد. خیلی متشکرم سردار سلامی، جانشین محترم فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استودیوی خبر. ممنونم از شما. حالا برای اینکه حساب کار دست غربیا بیاد من هشدار میدم و همین جمله شما رو به صورت مستاف سناریو رو میخوام به لاتین بگم که آمریکایی ها بفهمن. Thank you very much. I'm your غلام. I'm your چمن. I'm نوکرتم. Nice to see you.
I am ز غمت very very sorry. Your love سردار هلویی، یعنی همون سلامی خودمون. Most of worst of case scenario.